سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. دوباره اومدم با یه ویدیوی آموزشی دیگه. همونطور که قولشو داده بودم میخوایم که این دفتر 40 برگ رو با هم دیگه نقاشیش بکنیم. برای اولین نقاشی این گاو کیوت رو با هم کشیدیم که اگر بخواین نگاه بکنیم میتونین ویدیو قبلی رو ببینید. برای این ویدیو هم میخوایم که این نقاشی رو با هم بکشیم. منتها چون اینجا یه ذره ابعادش کوچیک میشه، من طرح اولیه رو اینجا بهتون آموزشش رو میدم، بعد میریم اینجا با هم دیگه رنگامیزیش میکنیم. پس تا آخر این ویدیو همراه هم باشیم. برای کشیدن این نقاشی هم دوباره به همین دوتا شابلون نیاز داریم، شابلون دایره و بیضی. این شابلون دایره و بیضی رو میتونین از لوازم هنری تهیه بکنین، بهشون خطکش‌های مهندسی هم میگن. میتونین هم اسکرین شات بگیرین و به فروشنده نشون بدید، بگید همین خطکش ها رو میخوام. برای کشیدن این نقاشی اول به دایره احتیاج داریم برای چشماش. یه دایره بزرگتر و یک دایره یه مقداری کوچیک‌تر برای اون یکی چشمش. دوباره با دایره های کوچیک‌تر توی این دایره سعی میکنیم که قسمت قرنیه و رنگی چشم و مردمک چشم رو بکشیم. به این صورت. برای نور داخل چشمش میخوام از شکل بیضی استفاده بکنم. این نورا موقع رنگامیزی کارمون رو خیلی جالب تر میکنن. تا اینجا رو با شابلون میکشیم. از اینجا به بعد و دیگه با دست طراحیشو انجام میدیم. دیگه نیازی به این خطکشا نداریم. با یه خط کوتاه منحنی شکل این دوتا چشما رو به هم دیگه وصل میکنم. در امتداد این میام اینجا به این صورت و دهانش رو میکشم. اینجا رو اینجوری خط میذارم که نشون بدم که دهانش رو کشیدم. دندوناشو مثلثی شکل اینجوری رو به پایین میذارم. برای بامزه شدنش یکی از دندونا رو میبرم بالا و مجددا دندون بعدی رو پایین میکشم. برای بینیش میتونیم از خطکش استفاده بکنیم. 2 تا بیضه اینجا بذاریم. میتونیم هم با دست بکشیم. به این صورت. دوباره در امتداد این خط میایم اینجا و اینجوری میایم پایین تا پایین صفحه اینو ادامه میدیم. از اینجا هم یه خط به همین صورت تا پایین صفحه میریم پایین. ابروهاشو من دوباره صفحه رو بیارم پایین که ببینید. ابروهاشو به این صورت اینجا براش میکشیم. یه دونه از ابروهاش هم یه مقداری به چشمش نزدیکتر میکنیم که کارمون بامزه تر بشه. برای پشتش این خطای این شکلی مثلثی شکل رو میذاریم. میتونیم داخل اینا رو تزیین بکنیم، خط بذاریم یا دایره دایره توپی توپی بکنیم. میتونیم هم بذاریم ساده بمونه. برای اطرافش هم میایم از این مارپیچه ها اینجوری استفاده میکنیم برای تزیین دور کارمون.
از اینا میتونیم توی صفحمون پر بکنیم، ولی چون که نقاشی گوشه دفتری هست یه چند تا دونه میذاریم که فضا برای نوشتن هم داشته باشیم. بریم برای رنگ‌آمیزی. برای رنگ‌آمیزی این نقاشی میخوام از برند کویلو استفاده بکنم. امیدوارم که مشخص بشه توی دوربین براتون. با رنگ بنفش تیره رنگ‌آمیزی رو شروع میکنم. هرچی میام به سمت وسط فشار دستم رو کم میکنم. یه نقاشی دیگر رو با هم دیگه به اتمام رسوندیم. امیدوارم که لذت برده باشین. نظرتون رو حتما برام بنویسید. حتما سابسکرایب بکنید تا ویدیوهای بعدی هم بهتون نمایش داده بشه. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.